دو برادر بودند که از بطن یک زن به دنیا آمدند و سالهای دراز زندگی کردند. روز یکی از این برادران وفات کرد. هنگامی به خاک سپردن او برادرش بسیار گریه میکرد. مردم گفتند چرا گریه میکنی؟ مرگ حق است و همه میمیرند. آن مرد گفت قسم به الله من از ترس مردن گریه نمی کنم و یقین دارم که من نیز روز میمیرم، اما من برای آن گریه میکنم که من با برادرم مدت 20 سال بود که با هم قهری کرده بودیم. این دو برادر قطع صله رحم کرده بودند و من به تمامی انسان‌هایی که قطع صله رحم کردند میگویم که امروز اگر این برادر زنده‌اش به جای اشک چشم خون هم بگیرد، در بینشان مهر و محبت دوباره زنده نمی شود. عمر گرانبهای خود را در آغوش مهر و محبت برادرانت بگذران. ای اقربا، ای مسلمانان، بهشت گران قدر است. این حیات ارزش ندارد که از همدیگر شکایت کنیم و بگوییم که فلانی مرا احترام نکرد، به من زن نداد، به من مال نداد، زیرا چنین سخنها سبب دلسیاهی و کینه و کدورت نسبت به همدیگر می شود. پس به همدیگر سلام دهید، همدیگر را دوست دارید و از دستورات الله تعالی پیروی نمایید. در نوش و نعمتها زندگی خواهید کرد.